من سال 58 پولم تموم شد اینجا، مجبور شدم برگردم ایران با تمام خطراتی که جلوم بود. اومدم نیویورک، هنوز هواپیمای ایرانی از نیویورک میرفت، سوار هواپیما شدم. 500-600 تا مسافر توی این هواپیما، همه به من یه جوری نگاه میکردن مثل اینکه مثلا من قتل کردم یا آدم منفور بد ناجوره اینجوره. وقتی وارد فرودگاه شدم به زنم گفتم بچه ها رو جدا ببر، اگر منو گرفتن ببرشو خونه. وقتی رسیدم افسر تا برداشت پاسپورت من دید، آهایشم از نوکرتم چاکرتم من برد تو، پپسی خبر کرد و کوکا خبر کرد و فلان و اینو پذیرایی کرد. و بعد خانمم میگفتش که وقتی بردنت، گفت دیدی گرفتن بردنش. اومدم جلو بیرون، مستقبلین که اومده بودن، مستقبلین همین مسافرایی که اونجوری من نگاه میکردن شروع کردن برای من دست زدن. خدایا اینا ایرانیان، اینا ایرانیان یا اونایی که اومدن خونه بچه‌مو غارت کردن. خونمو گرفتن، خونمو غارت کردن، خونه بچه‌مو گرفتن، ویلامو گرفتن، زمینمو گرفتن، خودمو در به در کردن. بعد از 33 سال مجبور شدم مادرم و برادرم و خواهرم رو برم توی کشور غریبه تو دبی ببینم. بعد از 33 سال. اگر من یک هنرمند نبودم دولت با من کاری داشت؟ درد من فقط اینه که من وقتی میخونم مردم یاد قبل از انقلاب میافتن. همین. به جرم هنرمند بودن هر آنچه که داشت از دست داد. هنرمندی که در اوایل دهه 60 تبعیدی شد، روی کدامین صحنه کارش رو آغاز کرد؟ اولین باری که من به عنوان نوازنده روی صحنه رفتم، روی صحنه نرفتم، روی زیرزمین رفتم. در واقع در آوانسن تئاتر کار میکردم، تئاتر اصفهان، موزیک لایو داشت، یعنی که مردم ما رو نمیدن. تو آوانسن بودیم 1337 اول آذر که درست روز تولد من بود شروع به کار کردم در تئاتر اصفهان. تا موقعی که هنوز مدرسه‌ام تموم نشده بود اصفهان بودم. تابستون که میشد صابر آتشین، برادراش و گروهش یه گروه میمدن و در تئاتر اصفهان تابستون کار میکردن. خب این تئاتر هر روز بود و جمعه هم 5 سیانس بود و بسیارم گرمی میدادن به تئاتر و رونق پیدا میکرد تئاتر در تابستون. واقعا با وجود این گروه رقص و ژانگولر و آکروبات و رقص و یه خواننده داشت به اسم عبدالغفور که آهنگ ای خانم کجا میری رو خونده بود تو بدم گوشم. من تابستونا میمدم اونجا و بعد از این طریق با صابر آشنا بودم. بعدم که اومدم تهران در واقع با همین گروه شروع کردم در تهران کار کردن. 1341 اومدم به تهران. حالا من موندم و یاد کوچه های خاکی و خیز، یاد خونه ای که دیگه خیلی وقت مال ما نیست. اگه خاموشم و خسته، اگه از تو دورم، تکه کن به من غریبه، من یه کوه پر غرورم. اجاق اولین ترانه اردلان سرفراز بود که با صدای خود شماعی زاده اجرا و در دهه 50 به صورت صفحه منتشر شد. ترانه‌ای که در سال 1390 با تنظیمی جدید بازسازی و پخش شد. غریب و گنگ و بی فریاد، اجاقی سرد و خاموشم، نفس هم سرد و یخ بسته، زمستونه تو آغوشم. عرض شود که اردلان در ارکستر جوانان با من آشنا شد و با هم ادامه دادیم، با هم موفق شدیم و در واقع اون کارهایی که ما با خانم گوش کردیم در از 1351 شروع میشه تا آخر 1356
که آخریشون چیز بود، آدم خیلی حقیره، تقدیر. فرصت همین امروزه برای عاشق بودن. اردلان یکی از بزرگترین ترانه‌سراهای زمان خودشه، زمانی که روی آهنگ شعر میگذاشت و توانایی این آدم واقعا شاهکاره. ببینید من یه آهنگ خوندم به اسم فریاد رنگ. ما با هم برادریم، هممون با هم برابریم، حالا هممون همه خونه قلبیم، هر رنگی اگه باشیم هممون همه خونه قلبیم. دا 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 دا. شما الان 10 تا موزیشن بشین بگید تکرار کنن، با دهن نمیتونه تکرار کنه، ولی وقتی میگن چون مشکل چون حل گشت آسان شود، الان که گوش میکنی راحته، ولی واقعا غیر ممکنه و یه همچین چیزی رو به راحتی شعر گذاشت. و واقعا اردلان از نظر کلام، از نظر توانایی ترانه سرایی، من فکر میکنم بی‌نظیره. کانفیدنس خیلی مهمه تو هر کاری. اعتماد به نفس پایه همه چیزهای دنیاست. این اعتماد به نفس مردم به من دادن و من با این اعتماد به نفس که مردم به من دادن تونستم بخونم و خوندم. دیگه من به آرزوی خود رسیده بودم. پیروزی نهایی جمهوری اسلامی. آوازخوانی که تازه به آرزوش رسیده بود مجبور شد میهنش رو ترک کنه. هنرمندان یک به یک ساکن شهر لس آنجلس شدند و در این میان تغییرات زیادی در سبک کارهای شماعی زاده شکل گرفت. یه شهر نیویورک بود و لس آنجلس. تو این دوتا شهر یکی دوتا کاباره وجود داشت و یه مقدار مهمونی های عروسی و برنامه بود. اون مهمونی عروسی ها مربوط میشد به دوستان یهودی، به خصوص تو 4 سال اول. اگر این مهمونی عروسی ها نبود شاید همونجا موسیقی ایران همونجا دفن میشد. چیزهایی که ما تو 20 سال اول درست کردیم بیشتر به خاطر این بوده که کسانی که عروسی یا مهمونی میگیرن رو جلب نظرشون رو بگیریم و به برنامه هاشون بریم تا بتونیم سروایو کنیم. آخه هر بار خواستم بگم که دوستت دارم، زبونم بند اومد بریده شده افکارم. اگه باز تو از من اعتراف میکنی ناچارم، حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم، حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم. هیچ وقتم فکر نمی کردیم که این آهنگا ممکنه در ایران شنیده بشه، اصلا به فکرمون نمی رسید. البته خیلی خوشحالیم از اینکه رسیده، افتخارم میکنیم که رسیده. بسیار بسیار سرمست شدیم وقتی فهمیدیم که به خصوص زمان جنگ ما میتونیم کمکی به اون روحیه مردم در داخل ایران بکنیم. ولی هیچ وقت واقعا اوایل که اینا رو ضبط میکردیم هیچ وقت فکر نمیکردیم که روزی ممکنه اینا در ایران به دست مردم ایران برسه. وطن این پاره پاره مگه صاحب نداره که اینقدر کشته داره به خون آغشته داره. وطن این پاره پاره شب و روز خواب نداره، خاطر خواهاش آواره از چشماش خون میباره. همین روزا دوباره خدا منت میذاره، میریم ایران دوباره، میریم ایران دوباره. یه زمانی شده بود که تو آگهی ها هست که اینجا لقب من بود خواننده میهنی ایران. توجه کنید کارهایی که مربوط به ایران بود، مردم دلتنگی داشتن اینجا، برای خود ما داشتیم،
حدود 30 تا 40 تا کار تو این رده دارم، حالا یا خودم خوندم یا دیگر، مثل سرباز کوچولو، مثل پرچم و رفراندوم و خیلی کارهای دیگه. من از این آهنگسازی چیزی برای من از نظر مادی نداشته، همه میدونم. آخه چه چیزی آدم رو باید تکون بده. یه موقع بود اون عشق بود، اون شور جوانی بود، اون شور شهرت بود، اون نمیدونم اسمش چی بذارم. یه چیزی باید آدم اون انگیزه رو به آدم بده. خدا نکرده منظورم به ایشون نیست، ولی اکثر خواننده‌های ایرانی به آهنگسازشون، به شاعرشون، به تنظیم کنندشون و به نوازندشون به چشم کارمندشون نگاه میکنن، نه به چشم همکار. متاسفم. ببینید من آدم نیستم که برم به خواننده زنگ بزنم بگم آقا بیا من این آهنگ دارم بیا بخون. من از این کارا نمیکنم. اگه کسی میاد اومده، خودش اومده و کارو گرفته رفته و الانم که اصلا هیچ تمایلی ندارم به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی الان اعلام میکنم در هیچ عنوان دلم نمیخواد برای کسی آهنگ بسازم. اون انگیزه در من نیست، اون انگیزه رو در من کشتن. ولی برای خودم وقتی میکنم میدونم برای خودم دارم میکنم. من از کارهایی که با من کردن راضی نیستم. حسن شماعی زاده برای هیچ آوازخوانی جز خودش دیگر آهنگ نمی سازه. کسی که کارش آفرینش زیبایی است از کارهایی که کرده پشیمونه. هنرمندان تبیدی به لطف روزمره ها همچنان مجبورن کار کنن، اگرچه در هیچ کجای جهان شماعی زاده ها نباید محتاج روزمره ها باشن. من وقتی نگاه میکنم در سابقه خودم، اینم زمانایی که من آهنگ نمیدادم موفق تر بودم در کار خوانندگی. در واقع شما فشنگو میدی دست یک کسی دیگه، تفنگو میدی دست یک کسی دیگه، خالی کنه تو مغز خودت. به همین سادگی در 2-3 سال گذشته بعضم خیلی بهتر از زمانی که فقط آهنگ میساختم. خیلی. شاید مردم دلشون میخواد که من این کارو بکنم، چون مردم دوست دارم یه چه اتفاق بیفته، ولی من شرایطم سخت‌تر شده برای کار کردن. من آخرین اسیر این زمین که حتی یک نفس بیرون نمیشم. تنم زخمی ترین، دلم تنها ترین، ولی با بغض شب هم خون نمیشم. آوازخوانی که بیشتر در لحظات شاد ما شریک بوده، کارنامش عمیق‌تر از آن است که ما شاید تصور می‌کنیم. منم خودم به نتیجه رسیدم که کارهایی که از من، مثلا فرض کنید اینجوری بگم، فرض کنید من 6 تا آهنگ در یک آلبوم می‌زدم، 2 تاش کارهای جدی بوده، سلو بوده. اون 6 تای دیگه اگه مثلا موفق شده همون زمان بوده، رفته فراموش شده. اگر مونده اون 2 تاست برای من مونده. در واقع با آهنگای مثل مرده ها به غریب آشنا اومدم، کارمو شروع کردم، بعد افتادم تو خط پاپ، ولی در واقع همه راک سینگر، یعنی خواننده که مردم با صداشون کار دارن. سعی میکنم اون خط رو ادامه بدم. حالا یه ذره مشکله، وقتی مردم به چیز عادت کردن سخته، ولی میشه کار کرد. خانه‌ای در منطقه نیاوران در شهر تهران که به نام فرزندان شماعی زاده بود، با حکم دادگاه انقلاب اسلامی ایران در سال 1382 مصادره شد. آوازخوانی که با ترانه مردا به شهرت رسید و امروز نزدیک به 35 سال است که از خانه خود دور شده. کسی که تمام عمر ملودیاشو خوندن و زمزمه کردیم.
دچار سرنوشته همون پنجره‌ای شد که در ترانه دو پنجره دنیای بهتری رو فریاد میزد. کاش که این دیوار خراب شه، من و تو با هم بمیریم توی یک دنیای دیگه، دستای همو بگیریم. شاید اونجا توی دلها درد بیزاری نباشه،